الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دوستان عزیز، 7 درس از کتاب فتح المجید شرح کتاب توحید ما و شما قبلا خواندیم و بیان شد. الحمدلله که کسای گوش کردن شنیدن. هدف از علم دوستان عمل است که ما و شما با آنچه که الله بیان کردگی عمل کنیم. امروز درس 8 رو بیان میکنیم. درس 8 آیت بعدی را آوردگی در ارتباط عقیده توحید در عبادت یا توحید الوهیت که مهمترین بخش بود. آیت 34 سوره النساء، یعنی سوره 4 قرآن که الله می فرماید و باز امی خود صاحب متن که محمد بن عبدالوهاب است، و قولی و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، قولی الله متعال فرمانش که عبادت الله را کنین، شریک نکنین با الله چیز را. در شرح می و قولی و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا از ابن کثیر که نقل میکنه، اینجا آیت یک جمله آوردگی است که معبود الله ولا تشرکوا به شیئا، تا آخر نآورده. ما میخوایم که آیت تا آخر بیان کنیم. اول گپ ابن کثیر که در خود متن فتح المجید از براتون بیان میکنیم. قال الامام ابن کثیر رحمه الله فی هذه الآیه، ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش میگه در ارتباط آیت که در آیت الله امر میکنه بنده های خود را، تمام انسانیت به عبادت خود و به توحید که تنها الله را عبادت کنین و اطاعت کنین، زیرا الله خالق شماست، رازق شماست و فضل احسان کردگی است که شما را پیدا کردگی است، در همه حالات برتان رزق میته. مستحق عبادت و بندگی و اطاعت از نظام و قانون در زندگی فقط الله است که ذات الله را عبادت کنیم و فقط از قانونش در همه بخشای زندگی اطاعت کنیم. می فرماید امر الله تعالی عباده و به عبادت امر میکنه الله بنده خود را به عبادت خود وحده لا شریک له، که تنها شریک نداره، یعنی در عبادت و اطاعت از قانون الله کسی شریک نکنین، زیرا الله متعال که فانه الخالق الرازق، الله خالق است، آفریننده است، یعنی ما را وجود داد، گوش، چشم، همه نعمتایی که است. رازق، روزی میته، هر وقت نان، خوراک. المتفضل علی خلقه فی جمیع الحالات، که فضیلت کردگی الله به مخلوقات در همه حالات، یعنی در همه حالات الله متعال انسان رزق میته. و هو المستحق منهم یوحد ولا یشرک به شیء من مخلوقات، الله مستحق است از این مخلوقاتش که توحید، یعنی الله به وحدانیتش عقیده شود و عبادت شود. ولا یشرک به شیء، که مخلوق با امر الله هیچ کسی را شریک نکنند در عبادت و در عقیده توحید، از مخلوقاتش هیچ کسی را شریک نکنند. بعد از او شارح کتاب فتح المجید می و هذه الآیه التي تسمى آیت الحقوق العشره، این آیتی است که این نام نهاده شده آیت حقوق عشره، یعنی حقوق 10 گانه، 10 حق الله بیان کردگی است، 10 مسئولیت به ما و شما بیان کردگی است. اول عبادت الله، بعد از او حق العباد به بنده هایش چیست که حق بنده ها با بالای یک مسلمان، یعنی حق دیگه مخلوقات چیزی را بیان میکنه، زیرا در مخلوقات پدر و مادر است، یعنی انسان ها، خویشاوند است، یتیم است، مسکین است، همسایه است، خویشاوند، همسایه های دور است، همسر انسان است یا همسفر انسان است، مسافر و مهمان است، خدمتگارا، زیر دستان است. به امروز یا چه قسم برخورد کنیم. و در بعض نسخه هایی که معتمد است از نسخه های کتاب میاد، در بعض یعنی جلدای کتاب تقدیم آیت به صورت آیت انعام است. آیت انعام که قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم بعدا میاد، ولهذا به خاطر می قدم تا ما ای آیت مقدم کردم در تشریح لمناسبت کلام ابن مسعود علیه، به خاطر مناسبت کلام عبدالله بن مسعود که میاد به صورت انعام، تا که ذکرش بعد از این مناسب باشد. به این خاطر میگه اینجا این مقدم شده. خو اینجا چون که هدف توحید در عبادت است، تنها ای را نقل کرده و در آیت بعدی باز توضیح میده. ما میخوایم که آیت تکمیل شود. الله متعال در آیت بیان کرد که وعبد الله، یعنی سکن اولین فرض، اولین حکم و دستور الله به بالای مخلوقات، بنده هایش، انسان ها،
عبادت الله است. عبادت کنین الله را، این فرض است. یعنی خلوت عبادت با عقیده توحید کنید، تنها ذات الله را. ولا تشرکوا به شیئا، هیچ کسی را با امرای الله شریک نسازین در عبادت و اطاعت از قانونش. خب این خو حق الله است به بالای مخلوقاتش. در حدیث هم میگه حق الله است که یعبدو ولا یشرکوا به شیئا. عبادت الله را کسی بکنه، کسی را با امرای الله شریک نکند. الله متعال باز حق مخلوق به بالای الله است که اینا را در جنت ببره و عذاب نده اینا را. بعد از اینال ایخو حق الله و حق خالق به بالای مخلوق است. اینال حق مخلوقات انسان ها چی است؟ در انسان ها الله میگه بالوالدین احسانا. احسانا این مفعول مطلق از برای فعلش محذوف است. و با پدر مادرتان احسان، یعنی بعد از این حق پدر و مادر است. یعنی کسی که انسان از او الله او را پیدا کرده و این سبب وجود انسان پدر و مادر است. و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادرتان احسان بکنین، احسان نیکی بکنین، خوش رفتاری بکنین، توجه به او بکنین، خدمتش بکنین، تواضع بکنین. قبلا بیان شد نه چقدر حقوقی که پدر و مادر دارد. ما قبلا احادیث هم در ارتباط گفتیم. خب اینال بعد از پدر و مادر باز چیز خویشاوند؟ خویشاوند از طرف پدر است یا از طرف پدر که از کاکا است و فرزندای کاکا متو میره، کاکای بالا و پایین هم باز عمه است نه، فرزندای از او تا و عمه پدری، هر قدر عمه هایی که انسان داره. و بعد از او باز چی است؟ از طرف مادر کیست؟ خاله است، فرزندای خاله کلان خورده همه. و بعد از او ماما است، فرزندای مامای پدری باشه، مامای اصلی باشه. یعنی به این خویشاوندا بعضی در افغانستان که از خویشاوندار تربور و مثلا عبدالزاده و یا احسان نمیکنن. قسمی که الله به عبادت امر کرده، همین قسم به نیکی به پدر مادر هم امر کرده که ما و شما باید کل اسلام عملی کنیم. این همین قسم به خویشاوندام امر کرده که از اینا احسان کنین. و به ذی القربى سعی کنین. آیت بعدی میگه احسان کنین و احسنوا به ذی القربى، احسان کنین به خویشاوندا. خویشاوندا گفتیم که ماما از کاکا هستی بسیار حقوق دارن اینا و نمویست که اگر عقیدهشان خراب است بسیار به لهجه نرم با ادب با احترام عقایدشان بحث کنیم، برشان بفهمانیم. اگر ضرورت دارن فقیر هستن کمکشان کنیم. اگر یک کار میشود کمک های مختلف است نه احسان کردن به اونا رسیدگی کنیم. در حالات سختش مریض میشه پرسانش بکنیم، در جنازهشان شرکت کنیم و در خوشی هایشان، در دعوت هایشان که میخواند و گناه نباشه شرکت بکنیم. این حقوق خویشاوندا چقدر که با خویشاوند چیز کنین نه پای مثلا میگه که حتی من قطع که از خویشاوندا کسی قطع کنم شما وصل بکنین. و وصل کردن با خویشاوندا احسان کردن یک فریضه است یا از جانب الله. والیتاما، با یتیما، با یتیم کسی است که پدر نداره و خودش خرد است، جوان نشدگی است. مادر اگر که داشته باشه، مادر هم نداشته باشه خب هنوز چیز. در ارتباط با یتیم این ضرورت داره به احسان، با اخلاق نیک، با خوش رفتاری، با برخورد نیک، با تعاون مادی و معنوی، هر نوع تعاون. رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید، حدیث صحیح است، حدیث صحیح است که در کتاب‌های حدیث نقل شده است، امام بخاری، مسلم و غیره آورده است. و مسلم میگه انا و کافل یتیم فی الجنه هکذا، ما سرپرست یتیم در جنت یک قسم می باشهش. و اشاره کرد به سبابت به سبا و الوسطا، سبابا و وسطا را همیشه کلک شهادت که میگه. و فرج بین جدایی آورد، یعنی این قدر فرق است بینش، کمی فرق، این قدر یعنی نزدیک می باشیم. یعنی یتیم چقدر که انسان میکنه و بعد کساس یتیم ها را کمک میکنه حافظ شود در درسش دیگهش تا که کلان و جوان میشنه. بعضی مال یتیم میخوره ظالم، اما الله میگه با یتیم ها احسان بکنین. این دیگه آیت ها باست، آیت در ارتباط یتیم بعدن هم میاد که ما او را بیان میکنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این میفرماید که الله متعال خب با بعد از این اول مساکین، با مسکین ها احسان بکنین. مسکین کسی است که خوراک نداره، زندگی سخت است، یعنی با امروز از احسان کردن که بشینین که در دعوت هایتان اونا را در اولویت قرار بدین. عروسی است، یک دعوت است، بعضی سرمایه دار میتونه اول مسکین در نظر بگیره که چیز نداره، سوال میکند برش بتین، سوال میکنه
و زکات تا به مسکین و فقیر، مسکین فقیر به مسکین برسان زکات مال تا. اما قسم زکات فطره نه، میگه طعامتا للمساکین، مثلا میگه خوراک برای مساکین است، برای مسکین برسان. یعنی کمکای مادی و کمکای معنوی هم که درس مثلا برشان زمینه رو مساعد که پیسه ندارن دین یاد بگیرن، مدرسه را و در مسجد برشان پیسه از پیشش گرفته نشه ندارن نه چیزی، و دیگه درس دین برشان رسانده شود، عقایدشان درست شود، تا می قسم بر مکتب و بر تعلیم ایناش کوشش شود، چقدر ماهانه برشان کمک شود. هم حکومت اسلامی مال زکات برسانه برشان و غیره که نیست، حکومت کمک نمیکنه دیگرها، کمک های مختلف است، عقیدهشان اینا. والجار ذو القربى، ایتونه کسی مسکین بود ولی کسی دعوت هم نمیتیش. و همسایه که جار همسایه خواهند ذو القربى یعنی صاحب قرابت است، یعنی خویشاوند است. والجار الجنوبی همسایه که دور است، یکی همسایه است، یک کسی است هم مثلا کاکایت از مامایت یا فرزنده هم همسایت است، یک کس به امرای از احسان کردن، پرسان کردن از اینا. همسایه اینقدر حق داره که جار الجنوب یعنی اما همسایه را میگه همسایه دور، خویشاوندت نیست. یا بعضی میگه جار ذو القربى مسلمان است، جار الجنوب کسی کافر است، دور است، یعنی ولی با تعهد در سرزمین اسلامی زندگی میکنه، یهود و نصارا است. به امرای زوم احسان کردن و نیکی کردن. در باره بسیار احادیث آمد. عایشه رضی الله عنها میگه که ما رسول الله صلی گفتم که یا رسول الله ان لی جارین، من دو همسایه دارم، و کدام از این هدایا بتم توفه بتم، یعنی خوراک یک چیز. میگه پیامبر صلی الله علیه و اقرب ما امام من کباب، کسی که خوب به تو نزدیک دروازش به امرای اونمو خوب کمک بکو. این حدیث هم حدیث صحیح است، این هم در امام بخاری و غیره نقل کرده، ابو داود و غیره. یعنی سعی کنین که عایشه رضی الله عنها پرسان میکرد که انسان با همسایه اونا عمل میکردن، نه باید بکنین. اینا گفت که کدام همسایه، یعنی اول با کدامش کمک بکنم. وقت مثلا برش گفت که با اون کسی که بسیار نزدیک. دیگه حدیث است که عبدالله بن صامت از ابو ذر روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و گفت که لا تحقرن من المعروف شیئا، از نیکی‌ها هیچ چیز کم نشمار، همه نیکی‌ها را انجام، هر ثوابه. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر که با برادر روبرو شوید با پیشانی باز، یعنی با پیشانی باز. در دیگه حدیث میاد تبسمت در روی برادر خواهرت صدقه است، اون پیشانی تا ترش نگی. مخصوصا در رمضان ما شما گشنه میشه، مردم به حوصله میشه، پیشانی تا باز بگی، این یک ثواب است، این را دست نتی. یعنی با زور ما شما اگر که طبیعت ما میتونه باشه، باید طبیعت خود تغییر بده. دیگه جملهش میگه پیامبر صلی گفت که و اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها وعرف لجیرانک منها واغرف لجیرانک. وقتی که میگه شوروا پخته میکنینی، مخصوصا در رمضان میگه آبش گفت زیاد کو، ببر و یک غرفه یک چیزی زیر به همسایه‌ات ببر. یعنی شوروا یک غذای خوب از گوشت می باشد و گوشت‌های مختلف ایرا به همسایه‌ات بده، یعنی یک چیزی دیگه به همسایه. سعی کنین میگه همسایه را یاد بکنین، با خوراکت، با پیشانی بازت، با تعاون و همکاری مختلف است. دیگه حدیث امام بخاری از عبدالله بن عمر می قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، می رسول الله صلی گفت که ما زال جبریل یوصینی بالجار، میشه می جبریل مرا وصیت میکرد، حکم میکرد با نیکی با همسایه، حتی ظننت انه سیورثو، میگه من گمان کردم که شاید همی همسایه میراث همسایه را ببره، یعنی همسایه را میراث برادر، یعنی همسایه‌اش اول میراث بگیره، یعنی اینقدر حق داره. و خب همسایه نزدیک است، همسایه دور است، به امرایش احسان کردن. در این باره بسیار دلایل است، بسیار روایت زیاد است. و پیامبر میگه که بدترین انسان کسی است که به همسایه ضرر میرساند. حالا ما میبینیم بعضی از دست همسایه فرار میکنه، خانه خودم میفروشه. از الله بترسیم، الله جزا میده تو داماره که با همسایه‌اش بدی میکنه، میشه همسایه‌اش با مریضیش به همش همسایه رسیدگی کنه. این کافر است که یه دم بلاکا زندگی میکنن، یکیش از حالت دیگهش خبر نیست. این خب عقیده کافر است، این نحوه زندگی اجتماعی کافر است. مسلمان باید از همسایه خود خبر باشه. بعد از این الله میگه و صاحب بالجنب، صاحب بالجنب یعنی کسی که دوست پهلویت است. دوست پهلو در این چند تفسیر است. یکیش که یعنی رفیق همسفر
کسی که در سفر است با همراه در موتر میری یا در جای میری اونجا هم کمک بکنان میگیری برای از اون یک چیزی بته به او رسیدگی کو مریض میشه به او رسیدگی کو و از حالاتش خبر باش تعاون همکاری در بین همسفرها بعضی میره نان میگیره تو ددان خود میمونه او را خبر نمیکنه عبدالله بن عباس اکرمه قتاده مجاهد یک امیر میگه که صاحب الجم همسفر میگه و از علی رضی الله عنه خلیفه چهارم اسلام عبدالله ابن مسعود نخعی یک روایت است که میگه صاحب الجم کی است هو المرأة خانمت است که با تکون ماول الجم در پالوی یعنی خانم همیشه در پالوی شوهر در پالوی خانم که خانم او بسیار ضرورت داره موجودی ضعیف است و بسیار خوش داره که شوهرش با همراهش خوب باشه که تیزی احسان بکو اخلاق به او رسیدگی کردن مریض میشه کمک‌های مختلفی که است همیشه خوش اخلاقی کردن واقعا خانم ها بسیار حق دارن به بالای شوهرهایشان همین قسم که شوهرها حق دارن به بالای خانم هایشان زیرا ابن جریج ابن زید میگه ولدی یصحبک رجال او امرای تو هم صحبت است به خاطر که تو برش نفع برسانی و ابن السبیل مسافر با امرای زیرایی همیشه در راه است اگر سرمایه دار باشه مسافر در جای ما کمک مالی بکن نان برش بیاد دیگه بیاد و بسیاری صحابه و دیگه میگن که مهمان است و ابن السبیل کیست؟ مهمان و مثلا درباره مهمان بسیار احادیث است که احادیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک حدیث است که از ابی شریح خزاعی النبی صلی الله علیه و سلم قال می رسول الله گفت که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره کسی که ایمان دارد با الله و روز قیامت یعنی اگه ایمان داری احسان کنه به همسایه‌اش و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه کسی که با الله و روز قیامت ایمان داره عزت کنه مهمان خدا مهمان که آمد خوش شو انسان الله رزق مهمان میته و عزتش کنه یک چیزی در نان خود تغییرات بیاره در پیشانی در وضع سر وضع خود پیشانی خدا باز بکنه بشینه و خدمت بکنه مهمان اینطوره که مهمان میاد اونجا مهمانیش بس اگر ما یک دفعه لوبیا بخوری بازو رو به مهمان میاریم هر چیزی که هست نه تغییرات بیاره در نانه و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت کسی با الله و روز قیامت ایمان داره گپ خیر بگه سخن نیک بگه سخنای حق بگه سخنای که حق باشه خوشحال کننده و لیصمت یا چوب باشه دو دشمن میگه پا نزنه سعی کنین این حدیث هم حدیث صحیح است و بسیار محدثین ایران نقل کردگی است و دیگه حدیث است که امام معطا امام بخاری و غیره نقل کردگی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه گفت که ابی سعید از ابی شریح کعبی میگه ان رسول الله صلی الله علیه و قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم کسی که با الله و روز قیامت ایمان داره فلیکرم جاره عزت بکنه همسایه خدا و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه کسی با الله و روز قیامت ایمان داره اکرام کنه مهمان خدا جایزش که یوم و یک شب یک روز که است این جایزه است برای ازی یعنی اضافه و ضیافت سر مهمانی 3 شب و 3 روز است تا 3 شب و 3 روز هم مهمان باشه عزت شو بکن یک روز دیگه هم برش جایزه است و ما کان بعد ذلك فصدقه بعد از این صدقه است که انسان مهمان عزت میکنه ولا يحل يثوي ای یقیم عنده حتی یحرجه یا باز حلال نیست که مهمان موجود یا قرار بستره پرتزیا اما اگر که کسی مسافر از مهمان میاد مشکل می باشه انسان او را کمک میکنه تا اینکه او را در حرج پرته یعنی مهمان رو میتونه کنه که صاحب خانه را در حرج پرته 3 روز 4 روز بود برای حالات دیده شهرها فرق میکنه اطراف فرق میکنه و ابن السبیل یعنی گفتیم که و ابن السبیل مهمان گفته میشه و ما ملکت ایمانکم یعنی آنچه که مالک شده دستای راست شما ممالیک خدمتگارا دو غلاما و کنیزا بود حال دیگه خدمتگارا به امرای از اینا احسان کنین در این باره احادیث است که بسیار احادیث است که او را نقل کرده امام نسائی امام بغوی در شرح سنت و دیگه حدیث هم صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که وقتی که دنیا میرفت در مرض موت
میگه گفت الصلاة و ما ملکت ایمانکم، نماز ترک نکنید. نماز بسیار جدی گفت. اول نماز اگر زیر ترک نماز قصدن بدون عذر کفر است. و ما ملکت ایمانکم، آنچه که مالک شد دستای راست شما، یعنی خدمتگارایتان زیر دستانتان. میگه فجعل یتکلم ولا یفید بها لسان، گپ میزد میگه لسانش جاری نمیشه، زبانش بند میشه. گفت نماز ما ملک یا را ترک نکنید. یعنی آخرین گپای پیامبر صلی الله علیه و همین بود که نماز و ما ملکت ایمانکم. دیگه دوستا این خدمتگارا که بعضی مزدور داره در خانه، بعضی دیقان داره، بعضی دیقان این کتی از اینا. حتی پیامبر صلی الله علیه و میگه که آنچه که میخورین از لباسایی که خوراک میکنین به اینا بتین. در یک حدیث است که پیامبر میگه گفت که نعم هم اخوانکم، این برادرای شما، جعلهم الله تحت ایدیکم، الله یا زیر دستان شما قرار داد. و من جعل الله خود تحت یدی، کسی را که الله میگه یک برادر مؤمن زیر دست از قرار بده، مزدور است، کارگر شد دیگه، فلیطعمه مما یاکل، از اون غذایی که خودش میخوره به او بده، تو نه که به او غذای خراب بده. ولیلبسه مما یلبس، از اون لباسی خودش میپوشه بده. ولا یکلف من الامین ما یغلب، آنقدر سرش کار نکنه که سر از او غلبه بیاد، یعنی از توانش بالا. اگر بسیار شاقه بود باز فلیعینه، فین کلفه ما یغلبه فلیعینه علیه، او را کمک بکنه. سعی کنیم با زیر دستان، با خدمتگارا، رئیس از با مامورین خود، آمر از با زیر دستای خود، وزیر از با زیر دستای خود، یعنی احسان کردن و کمک کردن. مزدور کار است با امرای از او احسان کردن دیگه. یعنی سعی کنید دین اسلام چقدر دین خوب اخلاق اجتماعی شی که با خویشاوندان احسان میکنی، احسانهای مختلف، کمک ها با یتیم، با مسکین، با همسایه دور، همسایه نزدیک، با همسرت، با همسفر، با میمان، با مسافر، با زیر دستا، با همه. اینا کل اسلام دوستا ما شما عملی کنیم که مردم ببینن که واقعا اسلام این یک دین است. بعد از الله میگه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله دوست نداره کسی که متکبر باشد، فخور باشه. مختال چیست؟ متکبر. کسی متکبر باشد یعنی بعضی قد تکبر داره، با پدر مادر خود احسان خود کلان میگیره. فرعون واری بینی خدا بالا گره، ذره پیسه پیدا کرده، این متکبر با پدر مادر خود احسان نمیکنه، خدا یعنی خدا کم میشماره که ما چطور سرمایه پیدا کردیم. با خویشاوندان دا پوز خدا بالا میگیریم، سرمایه دارای ما پوزش بالا. سهل است که یک بچه کاکا و عمه و یاش بیاد دست بده، خودش نمیره، خودش خبر نمیگیره، کلگی میگه پیش ما بیاد. این متکبر است. با یتیم کمک نمیکنه، یتیم میبینه توجه نه، مسکین توجه نمیکنه و همسایه خدا هیچ توجه نمیکنه. هم سرمایه دارای که هستن متکبر، این متکبر است. الله میگه که احسان نمیکنه و الله متکبرین میگه مت جهنم میپرد. با همسایه دور خود، با همسر خود تا پوزش بالاست، با میمان توجه نداره، تو میگه بی خودت کار سر میمان میکنه و با همسفر توجه نداره، با زیر دستای خود توجه. این متکبر است. الله ان الله لا يحب، الله دوست نداره هر متکبر را، هر کسی که مختال است، متکبر است. فخور است، فخور کسی که فخر میکنه به مردم بنا حق از جهت تکبر. و فخور کی را میگه؟ فخر کننده. فخور کسی را میگه خود صفت میکنه و خود ستایی میکنه، خود صفت میکنه. رسول الله صلی میگه، یک حدیث است که حدیث صحیح است، این حدیث ائمه حدیث آوردگی است در شرح سنت امام بغوی، در مصنف رزاق، امام مسلم، امام بخاری و غیره. این حدیث آوردگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله گفت که بینما رجل یتبختر، یک مردی بود که یتبختر، این تکبر میکرد، فی بردین، در یک دولان چادر یک لباس داشت. و قد عجبت و نفس، خودش میگه نفسش بسیار ایره خوشحال ساخته بود، متکبر ساخته بود. خسف الله بالارض، الله زمین این انسان در زمین داخل کرد، این زمین پاره کردی در زمین داخل کرد. فیتجلجل فیها الی یوم القیامه، میگه این دمی زمین میره تا روز قیامت در زیر زمین روان است. الله از این نجات بده. سعی کنید تکبر الله قبط میبره. انسان متواضع باشه، الله برات مال سرمایه داده، علم داده، با مردم توجه بکن، خوبی بکو با مردم، احسان بکو با امرای مردم. به این خاطر الله گفت که انسان الله متکبر خوش نداره.
دیگه حدیث از امام بخاری نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و قال، می رسول الله گفت لا ينظر الله یوم القیامه الى من جر ثوبه خیالا. الله در روز قیامت نمیبینه کسی که لباس خدا با تکبر کش میکنه، یعنی لباس تکبر از پاچا پایین گرفته دیگه عبای دراز انداخته کش کده میره با تکبر. الله در روز قیامت به طرف از این نظر رحمت نمیکنه. فخور کسی است که فخر میکنه، خود صفت میکنه، یا کس صفت شکنه صفت دونه باشه خوش میشه. انسان خود ستا نباشد، عملی انجام نداده خود صفت نکنه، متکبر نباشد. دوستا یا آیت گفتیم درس ما امروز امید درس تا اینجا بس. صلاح توفیق عمل نصیب کنه که هم اخلاقیات اسلام عملی کنیم، هم عقیده توحید. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.